سلام و روزی شما بخیر باشد بینندگان عزیز آزادی. ساعت در دوشنبه 11 است و چون هر وقت در این ساعت برنامه نوید بامدادی تقدیم شما می شود، من مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر در خدمت شما. امروز 21 اپریل است و نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای روز. دوشنبه و مسکو مسئله ریادمیسیا یا بازگردانی مهاجران را بررسی کردند. 5 بازرس خارجی پس از کرانتین در خوجند دوباره به کار برگشتند و تاجیکستان از نظر آزادی بیان یک زینه پایان لغزید. مقامات تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه مسئله مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه از جمله بودوباش آنها و ریادمیسیا را بررسی کردند. یک هیئت روسیه با رهبری معاون وزیر کارهای خارجه آن کشور برای گفتگو در مسئله مهاجرت به دوشنبه آمدند. سفر این هیئت در حال صورت میگیرد که مسکو و مهاجرانی که غیر قانونی در حدود این کشور اقامت دارند هشدار داده است که تا 15 ایون کشور را ترک کنند. دفتر مطبوعاتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با نشر خبرنامه گفت ضمن گفتگو هیئت‌های تاجیکستان و روسیه مسئله حفظ حقوق و منفعت‌های مهاجران مهنتی به تحصیل فرا گرفتن فرزندانی آنها، گسترش کارهای فهماندهی جهت به رسمیت ضروری بودوباش موقت مهاجران مهنتی در روسیه را بررسی کردند. به گفته منبع جانب‌ها همچنین درباره لایحه سازشنامه درباره ترتیب بودوباش شهروندان تاجیکستان در روسیه و شهروندان روسیه در تاجیکستان صحبت کردند، ولی درباره جزئیات سازشنامه چیزی گفته نشده است. رسانه‌های روسیه هم در این باره خبر ندادند. یک سند مهمی که در ملاقات هیئت‌های تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه بررسی شد، لایحه سازشنامه درباره ریادمیسیا یا بازپسگردانی شهروندان تاجیکستان است که قانون‌های روسیه را نقض کردند. مقامات دو کشور درباره جزئیات این سند نیز هیچ شرحی ندادند. اما سال 2019 سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه ضمن سفرش در دوشنبه گفته بود که باید سازشنامه ریادمیسیا یا مسئولیت‌های تاجیکستان برای قبول شهروندانی که قانون‌های روسیه را نقض کردند امضا شود. هیئت روسیه را که برای بررسی وضع مهاجرت به دوشنبه آمدند، اندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه آن کشور رهبری می‌کند. این مذاکرات در حال صورت می‌گیرد که اخیراً مسکو با مهاجران غیرقانونی در حدود روسیه تا 15 ایون مهلت داد که بودوباش خود را قانونی کنند، در عکس حال نامشان بر روی خط شخصانی ممنوع الورود وارد می شود. مسکو تعداد مهاجران تاجیک را که غیر قانونی در روسیه بودوباش دارند 247,000 گفته است، ولی مقامات تاجیکستان گفتند این رقم از حد زیاد است. در صورت دریافت اطلاع بیشتر از گفتگوی تاجیکستان هیئت‌های تاجیکستان و روسیه شما را در جریان می‌گذاریم. باید گفت که هیئت روسیه امروز با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان هم دیدار خواهند کرد. 5 مهمان از قزاقستان که برای بازرسی یا اودیت بانک اسخطه به شهر خوجند آمده ناگهان بیمار شده بودند دوباره به کار برگشتند. مقامات گفتند اودیتوران چند روز اخیر در کرانتین بودند. خبری به تاجیکستان آمدن اودیتوران و با نشانه‌های کرونا ویروس بیمار شدن آنها نگرانی‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده بود. هرچند مقامات گفتند تست اودیتوران منفی بود. در پی نگرانی‌های زیاد از این خبر مامورین بانک اسخطه در خوجند قضیه را شرح دادند. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد. 5 مهمان از قزاقستان که برای بازرسی یا اودیت یکی از بانک‌های کشور به خوجند آمده ناگهان بیمار شده بودند، بعد حالت کرانتینی باز به کار خود شروع کردند. روز 20 اپریل به دیدار آنها رفتیم و مشاهده کردیم که در بینای اساسی بانک اسخطه مشغول کار خود هستند، ولی به گرفتن نوار یا عکس راضی نشدند. یکی از آنها بدون معرفی نامشان چیزی که از سرشان گذشت و باعث سر و صدای زیاد شد چنین شرح کوتاه داد: ما گلودرد معمولی و سلفه شدیم. همزمان تبمان بلند شد. چند بار تشخیص تستی سپردیم و نتیجه همه منفی بود. چون معیار بیش از 14 روز در کرانتین خانگی بودیم. حالا همه‌اش خوب است. 2 نفر این بازرس‌ها روز 14 مارت و 3 نفر دیگرش روز 21 مارت به خوجند آمدند. قرار است تا آخر ماه اپریل کار خود را به انجام رسانند. هوا خیلی که میدانیتون در ماه مارت خنک بود. همین خیلی شد که یک نفر گلودرد شده بودند، حرارتشان بلندتر شدگی. بعد از طرف کارمندان بانک توصیه داده می شود که
рафта бояд ки аз муоини духтур гузаранд, чиро ки ҳароратшон баланд ва ҳарорат ки баланд шуд ба кор иҷоза дода намешавад. баъд санаи 2 апрел рафта тест месупоранд. то ҷавоби тест баромаданд, тавсия дода мешавад ки кормандон яъне ки ҳамон аудиторон ба таври фосилавӣ кор кардаистанд. намояндагони беҳдоштии шаҳри хуҷанд низ дар суҳбати қаблӣ гуфта буданд ки дар байни кормандони бонки эсхата ягон ҳолати гирифторӣ ба коронавирусро ошкор накарданд ва ягон сабаби нигаронӣ дар байни аҳолӣ нест. дар ҳамин ҳол як манбаи боварбахш дар бонки эсхата гуфта буд ки баъди ба инзиво яъне изолятсия гирифтани меҳмонон аз 60 корманди бонк ки эҳтимол меравад бозрасон бо онҳо мулоқот карданд, тест гирифта барои эҳтиёт қисме аз онҳоро ба кори фосилавӣ гузаронданд. ҳоло намояндагони бонк расман ин нуктаҳоро тасдиқ карданд. вазорати тандурустӣ дар ин бора то ҳол ҳеҷ баёни расмӣ накардааст. танҳо як корманди баландмақоми идораи беҳдоштӣ дар вилояти Суғд дар суҳбати қаблӣ гуфта буд барои эҳтиёт чанде тестҳоро ба душанбе низ фиристодаем. санҷиши дурустии гуфтаҳои бозрасҳо ва намояндаи бонк феълан имконнопазир аст. мақомоти тоҷикистон аз оғози имсол пайҳам дар бораи сироят нашудани беморӣ ба сокинон хабар медиҳанд. ба иттилои расмӣ бемории коронавируси нав аз охири апрели соли гузашта то январи имсол ба беш аз 13 000 кас сироят карда боис ба марги 90 нафар шудааст. вале баъзе аз сокинону мутахассисон миқёси беморӣ ва талафот аз онро бештар мешуморанд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри хуҷанд. تاجیکستان در شاخص مطبوعات آزاد گزارشگران بدون مرز از نشانداد پارسال یک زینه پایان رفته در جای 162 قرار گرفت. مؤلفان میگویند در این کشور مقامات شبیه روسیه مبارزه با خبرهای دروغین درباره کووید 19 را همچون بهانه محدود کنی منبع مطبوعات استفاده کردند. مقامات تاجیک تا هنوز به این گزارش واکنش نکردند، ولی پیشتر گفتند در تاجیکستان آزادی بیان پرتامین است. به گفته گزارشگران بدون مرز در این کشوری خودکامه مقامات اگر همه گونه خبر یا شرح را در مطبوعات و شبکه‌ها درباره بیماری‌های سرایتی همچون بی‌پایه و اساس یا ناصحیح حسابند، مؤلفش بدون معاش ماهانه میماند و یا تا 15 روز به زندان میرود. ژانا کویلین رئیس شعبه اروپای شرقی و آسیای مرکزی سازمان گزارشگران بدون مرز در یک صحبت ویدئویی با رادیوی آزادی وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان را شرح داد. مقامات در تاجیکستان با بهانه پاندمی کرونا فشار را بالای مطبوعات مستقل افزایش دادند. مطابق با طلب مقامات برای همگونه خبری دروغ یا ناصحیح درباره بیماری‌های سرایتی در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی جریمه‌های هنگفت و تا 15 روز حبس پیش بینی می‌شود. این معنای آن را دارد که خودسانسور باز هم افزایش می‌یابد. در این کشور اکثر مطبوعات مستقل از جمله اخیراً وبسایت اخبار بسته شدند. روزنامه‌نگاران تحت فشار دائمی هستند. خبرنگار آزیا پلوس عبدالله غربتی برای گزارش‌هایش لطوکوب شد. ژورنالیست دالیر شریپوف با اتهام ساخته دوام 1 سال در زندان بود. اینچنین ما از وضع سلامتی ژورنالیست دیگر زندانی حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده نگران هستیم. بنا به معلومات همسرش او بعد آلوده شدن به کرونا ویروس با مشکلات دل بستری شده است. ما طلب داریم که او بر پایه مقررات بشری بلافاصله آزاد شود. علاوه بر این در این کشور ژورنالیستان خارجی یا در گرفتن پروانه کار پاسخی رد میگیرند و یا باید زیر فشار اینکه پروانه اشان بازپس گرفته می شود کار میکنند. با همین دلیل ها تاجیکستان برای ژورنالیستان یکی از بدترین کشورها به شمار می رود. بانک ملی تاجیکستان قارب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 21 اپریل چنین تعیین کرده است.
بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. خبرهای از این بیشتر را در سامانه ما با نشان www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. اگر خودتان هم خبر یا نظری دارید حتما به ما نویسید.